به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین و خیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه ما در مضمون کیمیا در صنف 11 ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون کیمیا میخوانیم و از همین طریقه با موضوعات جدید در علم کیمیا هم آشنا میشیم. شاگردان عزیز، اگر یادتون باشه ما در درس های قبلی در مورد خواص کولیگاتیو محلول ها صحبت کردیم. در کل فهمیدیم خواص کولیگاتیو محلول ها به خواصی از محلول ها گفته میشه که به ماده منحله و محلل هیچ ربطی نداره و این خواص کاملا مربوط به غلظت محلول ها و حرکات ذرات در محلول می باشه. از جمله خواص کولیگاتیو محلول ها به همراه دیفیوژن یا انتشار آشنا شدیم. فهمیدیم که انتشار عبارت از تساوی خود به خودی غلظت محلول در همه قسمت هایش می باشه. قسمی که حرکت ذرات از قسمتی که دارای غلظت بیشتر هست و سمتی که غلظت کمتر می باشه صورت می گیره. در مورد عملیه آسموس با هم دیگه خواندیم. در کل فهمیدیم عملیه آسموس عبارت از انتشار یک طرفه می باشه یا در کل یک پرده نیمه قابل نفوذ وجود داره و حرکت ذرات و مولکول ها از یک پرده نیمه قابل نفوذ از سمتی که غلظت کمتر باشه به سمتی که غلظت بیشتر باشه. همین عملیه آسموس هست که در کل آسموس را به نام دیفیوژن یک طرفه یا انتشار یک طرفه هم یاد میکنه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. به شکل کلی خود آسموس یا عملیه آسموس در اثر یک فشار صورت میگیره. یعنی فشاری که باعث ایجاد عملیه آسموس میشه عبارت از فشار آسموتیک هست که درس امروز ما را تشکیل میده. عنوان درس امروز ما فشار آسموتیک هست و این درس ما شامل صفحه 21 و 22 کتاب کیمیا می باشه. به شکل کلی هدف ما در درس امروزی است که بفهمیم فشار آسموتیک به کدام فشار گفته میشه، خود فشار آسموتیک توسط کدام آله اندازه‌گیری میشه، آسمومتر چی هست، کدام ساختمان داره و چگونه میتونه که فشار محلول ها را اندازه گیری کنه. پس از همه شما عزیزان میخوایم که لطفاً قلم و کتابچه‌تان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. به شکل کلی فشار آسموتیک عبارت از فشاری هست یا قوه‌ای هست که سبب عبور محلل از یک غشای نیمه قابل نفوذ میشه. یعنی قوه‌ای که باعث عبور محلل از یک غشای نیمه قابل نفوذ از سمتی که غلظت کمتر هست و سمتی که غلظت بیشتر هست شوه. این فشار به نام فشار آسموتیک یاد میشه. یا در کل اگر بخوایم براتون بگویم قوه‌ای که سبب عبور محلل از یک غشای نیمه قابل نفوذ از سمتی که غلظت کمتر هست و سمتی که غلظت بیشتر هست کاملا مساوی به قوه‌ای هست که سبب انتقال گازات از ظرفی که دارای فشار بیشتر هست به ظرفی که دارای فشار کمتر می باشه میشه و همین قوه وارده فی واحد سطح را، همین قوه‌ای که ما در موردش صحبت میکنیم که سبب انتقال گاز از یک ظرفی که فشارش زیاد هست به ظرفی که فشارش کم هست یا سبب عبور یک محلل از سمتی که غلظت کمتر هست به سمتی که غلظت بیشتر می باشه و از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور میکنه، همین قوه وارده فی واحد سطح را به نام فشار آسموتیک یاد میکنه. فشار آسموتیک یک مبحث بسیار مهم در زندگی ما هست. در کل در بدن انسان ساختمان های زیادی وجود داره که توسط خود عملیه آسموس و موجودیت فشار آسموتیک کارهای خود را انجام میده. شما بخیر در همین صنف و در صنف‌های بالاتر در مورد این موضوعات بیشتر میخونید. اما در کل خود فشار آسموتیک توسط یک آله اندازه‌گیری میشه که این آله به نام آسمومتر یاد میشه. آسمومتر عبارت از آله یا وسیله‌ای هست که سبب اندازه‌گیری فشار آسموتیک میشه. بیاین در مورد آله آسمومتر با هم دیگه صحبت کنیم و بفهمیم که
این آله چه قسم وسیله هست، چگونه کار میکنه، متشکل از کدام ساختمان ها هست و در کل زمانی که ما میخوایم فشار آسموتیک یک محلول را اندازه گیری کنیم با استفاده از آسمومتر باید کدام کار را انجام بدیم. آسمومتر یک آله ممبراندار هست. ممبراندار یعنی غشادار هست، یک آله‌ای که دارای غشا باشه یا دارای ممبران باشه و در قسمت بالاییش یک سرپوش کارکی داره که در این سرپوش یک سوراخ وجود داره، یک شیشه زانو خمدار در همین قسمت قرار میگیره و این شیشه زانو خمدار به یک نل شیشه‌ای متصل هست که در اون قسمت مانومتر قرار میگیره و توسط از این ما میتونیم که فشار آسموتیک محلول ها را اندازه گیری کنیم. در کل موضوعی که در این قسمت وجود داره این هست که مانومتر ممکن است که به شکل مستقیم هم به همین سرپوش کارکی خود آسمومتر وصل شود، یعنی نیاز به نل های شیشه‌ای و یا این نل زانو خمداری که هست نیاز به این هم ممکن است بعضی قسمت ها نباشه و در کل مانومتر به شکل مستقیم به خود همین سرپوش کارکی که در آسمومتر وجود داره وصل شود. اما در کل زمانی که ما میخوایم فشار آسموتیک یک محلول را اندازه گیری کنیم از همین وسیله استفاده میکنیم. حالا چگونه میتونیم ما فشار آسموتیک یک محلول را اندازه گیری کنیم؟ محلولی را که میخوایم فشار آسموتیکش را اندازه گیری کنیم در همین ظرف ممبراندار یا همین آله ممبراندار میندازیم یا در همین ظرفی که ممبراندار هست محلولی که فشار آسموتیکش باید تعیین شود انداخته میشه و مانومتر که به همین نل شیشه‌ای وصل هست در داخل یک تشت پر از آب گذاشته میشه. این تشت ممکن است که هر محلل دیگه‌ای هم داشته باشه. خب شاگرد عزیز، زمانی که همین پروسه شروع شود عبور محلل از تشت بیشتر میشه، یعنی عبور محلل از تشت بیشتر از عبور محلل از خود محلول میشه. ما گفتیم که خود محلولی را که میخوایم فشار آسموتیکش را اندازه گیری کنیم در آله ممبراندار میندازیم، اما خود مانومتر را در یک تشت پر از آب یا در یک ظرف پر از آب قرار میدیم و زمانی که پروسه شروع شود، همین عملیه شروع شود یا زمانی که شما همین کار را انجام بدین، از تشتی که پر از آب هست محلل آهسته آهسته عبور میکنه و سبب افزایش یا بلند آمدن سطح مایع در مانومتر میشه و این مقدار بیشتر از مقداری هست که یا بیشتر از عبور محلل از خود محلول می باشه. آهسته آهسته سطح مایع در مانومتر افزایش پیدا میکنه و در این قسمت یک فشاری که بسیار نقش عمده و اساسی داره فشار هایدروستاتیک می باشه. هایدروستاتیک یک فشار بسیار عمده و اساسی داره. آهسته آهسته همین تعادل صورت میگیره و به مرحله می رسیم که خود عبور محلل ها کاملا متوقف میشه و مانومتر میتونه به شما یک عدد را نمایش بده که همین عدد عبارت از چی هست؟ همین عدد عبارت از فشار محلول می باشه، فشار آسموتیک محلول می باشه. اگر بخوایم همین پروسه را یک بار دیگه براتون تکرار کنم تا شما بهتری موضوع را بفهمین، شما محلول، هر محلولی که هست، این محلول میتونه ماده منحله و محللش هر ماده ای باشه. محلول را در داخل آله ممبراندار آسمومتر میندازین و مانومتر همین وسیله را در داخل یک تشت آب قرار میدین. زمانی که همین کار را انجام بدین پروسه شروع میشه. پروسه چه قسمی شروع میشه؟ با خروج محلل از همین تشت، با عبور محلل از همین تشت به داخل مانومتر که سطح مایع را در مانومتر بالا میبره و این خروج بیشتر از خروج محلل از خود محلول اصلی میباشه. آهسته آهسته در نتیجه فشار هایدروستاتیک که ایجاد میشه سرعت دیفیوژن در داخل محلل یا در داخل محلول یا در داخل آسمومتر مساوی به سرعت دیفیوژن در خارجش میشه و در نتیجه در یک تعادل که قرار گرفت، در یک تعادل حرکی یا دینامیکی که قرار گرفت، خود مانومتر نشان دهنده یک عدد می باشه. زمانی که همین عدد را نشان داد و کاملا توقف صورت گرفت و انتقالی صورت نگرفت، یعنی بالا و پایین دیگه درجهش نامد، شما میتونید که فشار آسموتیک محلولتان را اندازه گیری کنید و یا اندازه یا مقدار فشار آسموتیک محلولتان را بفهمین. پس در کل تا این قسمت درس ما فهمیدیم که فشار آسموتیک چی هست، فهمیدیم که آسمومتر کدام وسیله هست، سبب چی میشه، چگونه ما میتونیم از آسمومتر استفاده کنیم. به شکل کلی
خود فشار آسموتیک فشاری هست که هیچ ربطی به ماده منحله و محلل نداره، یعنی به خواص ماده منحله و خواص محلل فشار آسموتیک ربطی نداره. یعنی ممکن است که ماده منحله و محلل هر ماده‌ای باشن، هر ماده متفاوتی ممکن است باشه، اما در کل تعیین کردن فشار آسموتیک یک محلول به خواص ماده منحله و محللش ربط نداره. به همین خاطر عملیه آسموس را یکی از خواص کولیگاتیو محلول ها میدانند که به این خواص هیچ ربطی به خود خواص ماده منحله و محلل نداره، بلکه مربوط به خود سیستم هست. فشار آسموتیک مربوط به خود سیستم هست که این سیستم ممکن است متشکل از محلول های متفاوت باشه که توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا شده باشه. پس تا این قسمت فهمیدیم که فشار آسموتیک نه به ماده منحله ارتباطی داره نه به محلل ارتباطی داره، بلکه ارتباط میگیره به خود سیستمی که متشکل از چندین محلول متفاوت هست و توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ این محلول ها از همدیگر جدا شده و حرکت محلول ها چگونه صورت میگیره؟ از سمتی که غلظت کم هست به سمتی که غلظت بیشتر میباشه حرکت محلول ها صورت میگیره و در کل شما میتونید توسط آسمومتر هم فشار آسموتیک محلول ها را اندازه گیری کنید. به شکل کلی به خاطر محاسبه فشار آسموتیک یک دانشمند به نام واندهوف کسی بود که به خاطر محاسبه فشار آسموتیک محلول‌های رقیق از قوانین و معادلات گازات و همین قسم از قوانین و معادلات اوگادرو استفاده کرد و یک فرمول را تانست که به دست بیاره. شما تا این قسمت درس همه قدر گپ را باید بفهمین که واندهوف کسی بود که تانست فشار آسموتیک محلول های رقیق را دریافت کنه و یک فرمول را براش ایجاد کنه. حالا این معادله واندهوف یا این فرمول واندهوف توسط کدام کارها صورت گرفته؟ خود واندهوف کسی بود که با استفاده از معادلات و قوانین گازات در مطابقت با معادلات اوگادرو و قوانین اوگادرو تانست که یک فرمول را ایجاد کنند که توسط این فرمول ما میتونیم که چی را دریافت کنیم؟ توسط این فرمول ما میتونیم فشار آسموتیک را دریافت کنیم. در کل واندهوف گفت که حجم‌های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد ذرات مساوی هستند. این موضوع را شما در این درس یاد بگیرید، بخیر در درس بعدی فرمولش را با هم دیگه کار میکنیم، ای که ما چگونه میتونیم فشار آسموتیک محلول های متفاوت را دریافت کنیم، مثال هایش را کار میکنیم. همین قسم با استفاده از فرمول یاد میگیریم که چگونه میتونیم فشار آسموتیک محلول های الکترولیت را دریافت کنیم با ضریب واندهوف با ثابت گازات. در درس بعدی آشنا میشیم. اگر در درس امروز براتون فرمولش را نام بگیرم و یا یک ثابت ها را نام بگیرم شما شاید یاد نگیرین. روز بعدی بخیر روی تخته فرمول هایش را کار میکنیم، مثال هایش را با هم دیگه کار میکنیم و شما بیشتر با معادله‌ای که واندهوف به خاطر دریافت فشار آسموتیک محلول ها ایجاد کرده و یا به دست آورده آشنا میشین. اگر درس امروز را براتون یک جنبندی کلی داشته باشم، در درس امروز ما در مورد فشار آسموتیک صحبت کردیم. فهمیدیم که فشار آسموتیک یک قوه‌ای هست که سبب انتقال محلول از یک غشای نیمه قابل نفوذ میشه از سمتی که غلظت کم هست و سمتی که غلظت بیشتر میشه و یا همین فشار، همین قوه میتونه که گازات را از ظرفی که دارای فشار زیادتر هست به ظرفی که دارای فشار کمتر هست انتقال بده. در کل همین قوه فی واحد سطح را به نام فشار آسموتیک یاد میکنن. فشار آسموتیک توسط یک آله به نام آسمومتر اندازه گیری میشه. ما در مورد آسمومتر زیاد صحبت کردیم، چند بار براتون تکرار کردم. فهمیدین که آسمومتر متشکل از کدام ساختمان ها است، چگونه کار میکنه و ما چگونه میتونیم فشار آسموتیک محلول های متفاوت را با استفاده از آسمومتر دریافت کنیم. همین قسم واندهوف هم کسی بود که یک معادله یا یک فرمول را ایجاد کرد که توسط این فرمول ما میتونیم که فشار آسموتیک محلول های مختلف را دریافت کنیم و واندهوف از معادلات و قوانین گازات و همین قسم
از قوانین اوگادرو استفاده کرد و به این معادلات دست یافت. روز بعدی به خیر معادلاتش را با همدیگه کار میکنیم، سوالها را با همدیگه کار میکنیم. در درس امروز به شما 2 سوال را به حیث کارخانگی دارم. سوال اول شما است که در کتابچه هایتان نوشته میکنید فشار آسموتیک چی هست. سوال دوم شما این می باشد که در مورد آسمومتر نوشته میکنید. آسمومتر کدام وسیله هست و چگونه استفاده میشه. این 2 سوال را در کتابچه هایتان جواب بدین. درس ها را هم تکرار کنید. در هر قسمتی که براتان سوالی یا مشکلی ایجاد میشه حتما یادداشتش کنید. درس غلظت ها را دوباره تکرار کنید. غلظت های متفاوتی را که با هم دیگه خواندیم سوال هایش را کار کنید. اگر در هر قسمتی مشکلی داشتین روز بعدی و خیر زمانی که ما معادله وان هوف را با هم دیگه کار میکردیم و فشار آسموتیک محلول ها را دریافت میکردیم حتما شما سوالاتتان را یادداشت کنید تا که اگر غلظت کدام محلول را دریافت کردن نمیتونید با هم دیگه دریافت کنیم. تا روز بعدی که دوباره مضمون کیمیا داریم. همه شما عزیزا را با خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.